جنگی میمیری ذلت نمی و پلید خودشون رو محقق بکنن. صنعت صنعت ایران یک صنعت بومیه، با تلاش محققان خودش به دست اومده، چیزی نیست که نابود شدنی باشه و این یه امر پذیرفته شده و مسلمه. ما امروز در یک شرایطی هستیم که ملت ایران یک پارچه استحکام خودش رو، نیروی مسلح ایران یک پارچه قدرت خودش رو به جهان با عنایت خدای متعال به جهان ارائه کرد. نخیر، در دستور کار نیست، جزء بایسته هاست، جزء بایدها هاست که راجبش کسی صحبت نمی‌کنه. دشمن ما مکار و حیله‌گره، باید خیلی مواظبت کنن مسئولین ما و فریب دشمنانمون رو نخورن، با قاطعیت و محکم پای مذاکره باشن که فریب نخورن. تو 3 مرحله این قضیه رو دیدیم و تو 3 مرحله به جز خیانت چیزی ندیدیم و من چشم آب نمیخوره که کاری انجام بشه تو این مذاکرات. مثلا با اتفاقاتی که تو لبنان میفته، با توجه به اتفاقاتی که قبلا افتاده و در واقع مذاکرات قبلی و نتیجهش، حقیقتش اینه که نه، خود شخصا خوشبینی ندارم.